سلام برای بچه، امروز اومدیم با یه آموزش خفن. امروز میخوایم بهتون آموزش بدم که چطوری بتونید تنظیمات مخفی گیم توربو رو فعال کنید و مثل من 90 تا 120 fps بتونید راحت بگیرید. بریم سراغ ویدیو. لایک و ساب یادتون نره، چنلمون رو به دوستاتون معرفی کنید. بریم سراغ ویدیو. Let's go. بچه چیز یادم رفت بهتون بگم، دو تا برنامه احتیاج داریم که اونا رو میتونید از چنل تلگرام دانلود کنید. لینک چنل تلگرام داخل دیسکریپشن است، داخل چنل و دو تا برنامه رو دانلود کنید. رفقا برنامه ها این هستن: ست ادیت و LED اگه اشتباه نگفته باشم. اول از همه رفقا شما باید این همین برنامه سیاه اینو اول شما باید اینو فعالش کنید. الان من میخوام اینو فعال کنم، من کلیر دیتا اینا میزنم. خب الان میریم اول توی برنامه، کد اولی رو باید توی اولی بزنید، کد دومی رو تو دومی. میان اینجا دیولپر آپشن رو باید فعال کنید، هفت روی میای ورژن میزنید تا براتون فعال بشه. بعد میان اینجا شیار ستینگ، بعد اینجا دیولپر آپشن پایینی. خب میان اینجا این گزینه هایی که من فعال کردم شما هم فعال میکنید ببین راحتی. خب بعد اونو میزنید که من زدم. الان اینو اون بالایی رو توی بالایی میزنید، اون 4029 رو که پایینی بود بعد دو نقطه رو توی پایینی میزنید. رفقا اگه نشد مثلا اون عدد بالایی رو تو پایینی بزنید، پایینی رو تو بالایی. چند تا روش امتحان کنید، مثلا یه روش دیگه یه کاری کنید اون بالاخره وصل میشه. الان چرا نمیدونم واسه من وصل نشد نمیدونم، خدا وکیلی قبل این وصل میشد. الان اینجا زدم وصل نشد، نمیدونم چرا، چون فکر کنم یک بار وصل کردم وصل نشد یا چی. بعد که وصل شد بچه باید اون کدایی که من الان بهتون میگم و یکی رو اول استارت کنید داخل همین تو پایین تایپینگ، که اگه وصل بشه تایپینگ این یکی پایینی که میتونید میزنید روش دیگه، میتونید بنویسین توش استارت کنید، اون براتون باز میشه و یکی رو اول میفرستین یکی رو دوم و دیگه تموم میشه. خب بچه وقتی تایپینگ باز شد اینو اول میفرستین واسه باز کردن تنظیمات، بعد اینو بعد اولی میفرستین که این خیلی مهمه. اینو تو کانال تلگرام میذارم و دیگه برنامه واسه تون باز میشه. بعد میریم تو برنامه دوم که خیلی مهمه. بعد این دو تا کدو وارد میکنید. واسه الان من بیارم کد اولی، این کد البته داخل تلگرام چنل تلگرام میذارم که اذیت نشید. کد اولی اول اینو وارد میکنید، ارسال میزنید، بعد یه نوشته میاره و میزنه تایید و اینا. بعد پشت سرش این کد بزرگ وارد میکنید. از اینجا میتونید بردارید از چنل تلگرام هم میتونید بردارید، کپی کنید بزنید اینجا. خب بعد که اینا رو برداشتید زدید اونجا ارسال کردید توی LED توی برنامه سیاه LED بیاره داخل که وارد کردید. بعد دیگه تمام. بعد میایید داخل ست ادیت. الان باید اینجا روی اد بزنید، اینو حتما روی گلوبال بذارید، گلوبال تیبل این اد بزنید، این براتون باز شده و قشنگ میتونید همه چی اد کنید. اینو اد میکنید، سیو رو میزنید، بعد اد میشه. بعد اگه چیز دیگه آورد بعد این که اینو اد کردید میزنید اینو وارد میکنید، اینم سیو میزنید، بعد میاد اینجا. بعد من کردم برام تغییر نکرد، میاد پایین رو پیدا میکنید. خب بچه اینجاش اینو میزنید روش، بعد میزنید ادیت فلان. بعد دیدید الان اینو همجا همون کلمه رو اینجا اینو همجا وارد میکنید، بعد سیو رو میزنید. سیو رو زدید اینجا این ورش میاد نوشته 3E همین فعال شد دیگه. بعد که فعال شد تموم دیگه. و الان قشنگ گیم توربوتون قابلیت های مخفیش باز شده. میریم داخل گیم توربو که بهتون نشون بدم که آره دیگه قشنگ باز شده. الان این کاستوم اومده ببینید با تمام کوالیتی و اینا همه چیز اومده. منم میتونید 90 fps رو بزنید، میتونید تاچ شد تغییر بدید، همین تنظیمات منم بذارید اوکیه. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و ساب یادتون نره، کانال ما رو فالو کنید حتما تا خانواده بزرگتر بشن و بتونیم
هدفم اینه که جزو یوتیوب در معروف بشم، شاهدم نشم. خدا بزرگه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بی معطلی ویدیو رو تموم کنیم تا ویدیو بعدی. بای بای. Só botadão de sequência pra me chamar de amor e nunca mais de esquema.